به نام خدا. امروزه در دنیا اکثر ملت‌ها نسبت به آمریکا بیزار و بی‌اعتماد شدن. دلیلش هم رویکرد استکباری این کشوره. تاریخ نشون داده که هر جا هر کشوری با آمریکا اعتماد کرد، ضربه جبران ناپذیری خورده، حتی کشورهایی که با آمریکا دوست بودن. جنگ و کشتار مردم در اوروگوئه، افغانستان، اندونزی، آرژانتین، آنگولا، عراق، لیبی، ایران و خیلی از کشورهای دیگه تنها بخشی از اعتماد کشورها به آمریکاست. در کشور ما هم دکتر مصدق برای اینکه از زیر فشار انگلیس ها نجات پیدا کنه به آمریکایی ها پناه برد. اونها هم به جای کمک به مصدق با انگلیس ها هم دست شدن و مأمور خودشون رو فرستادن ایران که نتیجهش کودتای 28 مرداد و به خاک سیاه نشوندن دولت مصدق شد. رابطه رژیم پهلوی هم با آمریکا خیلی نزدیک بود. دیگه همه میدونن که شاه پهلوی دلدادی آمریکایی ها بود. ولی زیاده خواهی آمریکایی‌ها شاه پهلوی رو هم به سطوح آورده بود. نمونهش موضوع کاپیتولاسیون یا مسئولیت قضایی مأمورین آمریکا که بر شاه پهلوی تحمیل شد. خوبه بدونید که کاپیتولاسیون آن زمان در ایران سابقه 100 ساله داشته و کشورهایی مثل شوروی، اسپانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا حق کاپیتولاسیون داشتند. ولی با اینکه این قانون در سال 1306 در مجلس شورای ملی لغو شد، ولی آمریکا زیر بار نرفت و لایحه مسئولیت مستشاران و تبعی آمریکا در ایران در 21 مهر ماه 1343 مجدداً مورد تصویب نمایندگان دو مجلس سنا و شورای ملی قرار گرفت و شاهی که در مقابل مقبره کوروش میگفت آسوده بخواب که ما بیداریم، در مقابل بزرگترین قانون حقارت تاریخ ملت ایران مجبور به اطاعت از آمریکایی ها شد. آمریکایی که آن روزها بیش از 60,000 نیروی نظامی و امنیتی در ایران داشت و جالب این که دستمزدشون رو هم از دولت ایران میگرفتن. اگرچه اکثر مردم ایران در آن زمان از این قانون بیخبر بودند، ولی دیدبان حقیقی و همیشگی منافع و مصالح ایران یعنی امام خمینی رحمت الله علیه که تازه از زندان پهلوی آزاد شده بود، سکوت را شکست و سخنرانی کوبنده‌ای علیه قانون کاپیتولاسیون در قم ایراد کرد که خیلی زود متن و صوت آن سخنرانی منتشر شد و مردم در جریان قرار گرفتند. حسن علی منصور نخست وزیر وقت که وظیفه پیگیری تصویب کاپیتولاسیون رو بر عهده داشت، بعد از این سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه وی را به ترکیه تبعید کرد و اگرچه صراحتاً کاپیتولاسیون را لغو نکرد، ولی سخنرانی امام تأثیر خود را گذاشته بود و باعث عقب نشینی معناداری در حکومت شاهنشاهی شد. سرانجام با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، کاپیتولاسیون و ملحقات آن در تاریخ 23 اردیبهشت 1358 برای همیشه لغو گردید.